روانشناسی میخواد. پیغمبر بهترین روانشناسه. ما دنبال هر روانی خودمون راه افتادیم داریم ازش درس میگیریم. من توی مدرسه‌ای بودم، مدرسه دخترانه، میخواستیم سخنرانی کنیم. قبل از ما یه روانشناسی صحبت میکرد. روانشناس دیوونه بود خودش، دکترا روانشناسی تو همین مشهد. اصلا بعضیشون منحرفن، ما غافلیم، بچه‌هامون غافلن. درست تربیت کنیم والا دیگران رب نشون ندی رب نشونش میده، رنگیش میکنه میبردش. میگفت دخترای عزیزم، دنیا دنیای ارتباطاته. مهمترین اصل ارتباطی جذب است. اگه بتونی جنس مخالف رو جذب کنی موفقی و الا امولی. پس نتیجه میگیریم هر دختری نیاز به، همه گفتن دوست پسر داره. دیگه من نتونستم طاقت بیارم، پا شدم رفتم گفتم ببخشید شما دخترم داری خوده؟ گفت برای چی حاج آقا؟ گفتم شماره تلفنش رو لطف کن. گفت میخوای چه بکنی؟ گفتم دنیا دنیای ارتباطات. مهمترین کسم دختر خودته، بیل به کمر منم که نخورده. اجازه بدید من جذبش کنم. گفت خجالت بکش حاج آقا. گفتم تو حیا کن، 200 دختر رو منحرف میکنی، من یه دختر رو میخوام منحرف کنم. تو 200 برابر من پدر سوخته ای. گم شو باشو برو بیرون. دخترها همه کف زد. مردم میفهمن چه قصه. و فقط روشن بالا میره ادب پایین میاد، سواد بالا میره احساس پایین میاد. بچه های ابتدایی فوش میدن برو بالا، راهنمایی عکس سوپر برو بالا، دبیرستان فیلم سوپر برو بالا، دانشجو خودش سوپر. چرا؟ وارد مدرسه ابتدایی میشی، سلام حاج آقا، سلام حاج آقا. بچه ها با یه عشقی میدونن دنبالت، سلام حاج آقا. برو راهنمایی، گوشه مدرسه نشسته میگه سلام علیکم. برو دبیرستان، تا وارد میشی الله کردن ما را از صبح تا به حالا. برو دانشگاه مارمولک. تعارف که نداریم که، ادبا اومده پایین، احساسا اومده پایین. این چه ما هم دیر ازدواج میکنیم، هم بد ازدواج میکنیم، هم با گناه ازدواج میکنیم. دیر ازدواج کردن هنر کردیم جشن ازدواج دانشجویی. غلط آقا جون، غلط. من اینو زیاد گفتم، هر جا رفتم گفتم. مخم مخالفم. حاج آقا یه کار خوب حالا شروع شده، دیره، زودتر شروع. ما که شروع میکنیم زود شروع کنیم. از کی؟ از دبیرستان، جشن ازدواج دبیرستان. و تازگی نظرم عوض شده. یه سفری رفته بودم یه شهری، مدرسه دخترانه راهنمایی، 100 تا سوال رو میز گذاشتن، 98 تاش سوالای جنسی بود. به مدیر اونجا گفتم اینا آخون نمیخوان، اینا شوهر میخوان. پدر مادرشون رو دعوت کنین، سوالا رو براشون بخونید، همشون رو بفرستن خونه بخت، والا همشون میشن بدبخت. دیگه از اون شهر که برگشتم اومدم مشهد، اولین جایی که اعلام کردم برای زائرات تو حرم حضرت رضا. گفتم اونجا بلند، همم شنیدم اونایی که بودن. گفتم آی زائرا یه خبر بد، دختراتون رو از راهنمایی بفرستین خونه بخت. و الان چند وقت پیش باز نظرم عوض شد. تو فامیلمون ما یه دختر 6-7 سال 5.5 ساله داریم، از فامیلای دوره. یه وقت اومده بودن خونه ما، بعد گفتن که اومد گفت حاج آقا، گفتم بله. گفت دوست پسر کجا گیر میاد؟ نگاش کردم گفتم که دوست پسر میخوای چه بکنی؟ گفت آخه تو مهد کودک ما همه دوستام دوست پسر دارن. به من گفتن داری؟ گفتم چیه؟ گفتن خاک تو سری. بعد گفتم ببین همه که اومدی خونه ما مثلا با پسرم داریم بازی میکنین، خاله بازی یعنی دوست پسر. گفت نه کلا سرم نذار. اونا گفتن با پسرها همسایه، نه پسرها فامیل. دیگه به این نتیجه رسیدم احتمالاً میگم که تا بچه به دنیا اومد بفرستینش خونه بخت.